خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. تو این ویدیو قرار چیکار کنیم؟ قرار چالش 5 تومانی رو ارتقا بدیم و من قراره به رنگ سیاه خفه شو ببینم بابا. من سیاه هم داداش ولی اشتباهی گفتم. بخواب بابا تو سفیدی. من سفیدم تو سیاه. من بله ما بریم بیای خدافظی. ویدیو تموم شد. خدافظی کن. خدافظ. از اونجایی که شاید ندونید شاید بدونید اولین ویدیو من ویدیو 50 تومانیه. با 50 تومن رفتیم یه دیسکوش گرفتم. بله خب با 50 تومن یه نوشیدنی یه خوراکی خوردیم که سخت بود. تفریح هم باید انجام میدادیم که پول ماشین رو هم حالا ویدیو رو ببین. آقا ویدیو رو باید ببین. ویدیو رو ببین. آره. خب دوستان عزیز پس ما بریم یه سوپری پیدا کنیم. ما بعد از گذشتن یک سال اوزگا یعنی نیم ساعته. نه ما برای ویدیو یه سال گشتیم دنبال سوپرمارکت که اجازه بده ما بریم داخل. خب بریم تو اول من میرم. خب من سفیدم ها. توش مهمه. توش شیر. سلام شیر کو. شیر چی میخوای تو اینجا؟ ما یه شیر برداشتیم. برو برای خودت. برو بیرون. چشم. دشموات توی خوبه. بگیر همینو. بگیرم. تو بارمانی شوره زر داشته باش. و بری کیک باگه یا کیکه ها داریم نمیدونم اصلا مغازه بیرونش حساب نیست. بیرونش سفید باشه. این جزو گزینه هست کش کن ولی خوب ترجیحاً نه وقتایی که با شیره. تو خمار بردار داخل اون سفید نی اون کرمیه. اون نمیتونی برداری. آقا من قرار روش سفید باشه. توش سفید قبول میکنم. تو بچه ای گناه داری. سفیده. آقا من قبول میکنم تو بچه ای گناه داری. آقا ویدیو رو ببند. این هم خب نوشیدنی تو بردار. میخوام اینم چی میخوای برداری. ولی بردارم وایسا. اول دقت کن. توش باید سیاه باشه. پرایم بردار. تو میتونی صدرا. تو میتونی. شیر کاکائو قهوه‌ایه. چی بردارم نمیتونی. وای چیه؟ حویجه. چیه؟ خب چی میخوای برداری؟ بد کاری کردی. چیکار کردی با دلم وای؟ 50 تومن. 50 تومن ندیم حساب کردم. چون که من نمی‌خواستم. بله ولی گلا خداحافظ. خداحافظ. من یه برم اینا رو حساب کنیم بعد چی؟ خب خریدمونو کردیم. همین تمام شد. خداحافظ. نه خوردن ما خورد. نکن. بعد میریم به هم دیگه میخورم. عجیبش اینجاست. وایسی دوستان عزیز وایسی. دی بخور. نوشابه
فشار، فقط فشار رو میخوره. از اون قاشقش رو میتونی. نه راستی جز به همون کیک هست. شابه داره. من از بولا هرچی cosa ما تو شعر چیه؟ من راستی آقا بگیم من دقیق شدم 50,000 تومان. این لعنتی شد 49,500. نوکرم خودش رو تفریح نداریم. من دیگه اون وقت دیگه داریم برار. داری؟ داریم. به من نگفت. به هر حال فقط همینو میتونی بخور. اونم بخور. مزه است به خدا. بیا از من فیلم بگیر برار خوشگله. خوشمزه است. اونم بس زمین بیا از من فیلم بگیر. آفرین. خدافظ. موزه باش. من به تو از نمیدونم فشار بخورم. من که سفیدم به خدا. نه. من رضایت زیادی دارم. منم واقعا دارم. همین صبح الان. همین صبح الان. من صبح خوردم از این. خدای قشنگه. خدای دوست داشتم انتخابت. ولی خب میدم ناکن مزه الان شیرین و کاکائویی میده. دلت نخواد. دلم نمیخواد. قصد کن دیگه ما اینا رو بخوریم بیایم. کجا میری آقا؟ ویدیو ادامه داره تفریح. حالا غیر تفریح ما باید از مال همدیگه بخوریم نظر بدیم. داشتی الان من دهنی کردم تو هم دهنی کردم. خود چی هوایی آقا نوکرم. اینو خود چیزی رو خود کردم. دست آقا ما کلشو میخوریم تمامونشو میدیم بمونه نظر بفرما. یزید اینو میبینی؟ اشغال دیگه نمیبینی. کثافت من بگم تو عقده‌ای نیستی کثیف. من عقده‌ایم. بفرما با هم نمره بدی. تو که میدی من چند میدم. این یک میده. یکم نمیدم صفر. بدون طرفگیری بده. بخور خودت میدونی خوشمزه است. بخور بس خوردم بلد نیستی آقا. پس 8.5. تو که نوع شیرینی این که میخواده برای مثلا کیک کرده من شیرین واقعا بودش. شیرینی لازم اینو بگیر من باید بخور. سلام. ببین من به مال خودم اعتماد دارم خب ولی به مال تو هم اعتماد دارم. این یه تیکه بش مای. برو اسکو چی خدا وکیلی؟ خدا مال من بهتره. مال من بهتر. نه چند بگو. تو هم حتما میگه 8. بازم میخوام. من نفهمیدم مزه‌شو. یزید رو نگاه. مال من بهتره. من به این 7.5 میدم. 7.5 8 میدم جدی. مال خودم رو ترجیح میدم. من مال خودم ترجیح میدم. نه چرا وقتا این که عادت اولین باری که خوردیم وقتا هم فکر کنم بهش عادت شد. شاید دلت نخواد. یزید رو نگاه. لایک و کامنت رو بزنید بگوید.
با اینکه این یزیده تفریح مونده من میگم در کوی لایک و ساب با اینکه اول بچه‌ها از اول ویدیو زدن ولی خب بازم نمیگم بعدی میگیم که اگر یوتیوب پاک کرده آره چون یوتیوب بعضی وقت پاک میکنه آره ببند آقا نمیخوام نمیخوام وقت مردم میگه وقت مردم میگه الان واقعا داری نام میکنیم بعد لایک نمیکنیم بعد ساب نمیکنیم چرا نام میکنیم این به این آقا به این لاغت به این از اون کمک کنید لایک و کامنت کنید نام سابسکرایب کنید هدف ویدیو کمک به پیشی دقیقاً بچه‌ها ویدیو که لایک و کامنت برو درسته لایک و کامنت کنید میریم به پیشی و کمک میکنیم اگر این ویدیو به 10 تا به 10 تا لایک چون که 20 رسید نفریم به 10 تا لایک رسید من میام من به تمام پیشیو کمک میکنم به تمام پیشیایی که به تمام پیشیایی که میبینم پس لایک دلت نخواد خب از اونجایی که من فقط یه 500 تا تگ تومن داشتم ما یه تصمیم میگرفتیم خلیده بودیم صدر هستم آینده نگارم آینده نگار چیه آینده نگر برای مهم نیست خب ما بریم چیه همینجا بازی میکنیم بنده زمین دی لای نخورد بذار من دوربین رو یه جای ثابت بذارم خب دوستان ما اینجا یه مشکلاتی برخوردیم هم درست شدیم خب بریم من اختی دروازه تو کجا؟ دروازه من از خط یزید ما بریم عقب بریم بیایم ببینم کجا بری what the میری آکو من لاتم آی خد یزید من باید حواسم هم به دوربین باشه هم به تو بده من دیگه من اسکیلم زیاده برادر حواسش به گوشی لایو کارو گرفتی کارو بگیر بدی چی؟ وایسا دست من خودم اختیار کنم اوه آی نکن شوت زدی تو پام آی تو شوت زدی بلیت میدونم توی وایسا یعنی تو الان شوت نزدی دقیقا نه کاشه بکن کارو بگیر پروری گله برای یه جوری
انگاری کارت زرد کارت زرد ازت بردارم زرد خوشو دست بده ببینم اوت دست نماره بازی سه دو بعدن میخواد انگاری مثلا یزیده بیا خدافظی کنیم بریم دیگه خدافظ بای بای آها این چرا خدافظی میکنه الان خدافظی اصلی بای بای خدافظ واو